سلام. امروز پنجشنبه 24 مهر ماه 16 اکتبر. من محمد رضا هستم از چنل لیمود مارکت در خدمتتونم با افتخار. خب اخبار شروع کنیم با داده‌های بلومبرگ. شوک جهانی که شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در مورد عناصر کمیاب داد باعث شد که یه شانسی رو به ترامپ بده برای جلب نظر متحدانش و از طرفی تکنیک‌های تهاجمی پکن باعث واکنش منفی جهانی شده. حماس میگه که نمیتونه گروگانهای مرده رو پیدا کنه در حالی که اسرائیل عقب نشینی کرده و اسرائیل هم هشدار داده که اگر حماس بخواد به طرح ترامپ در مورد غزه خیانت بکنه حملات از سر گرفته خواهد شد. خب ترامپ میگه که مودی رئیس جمهور هند متعهد شده که خرید نفت از روسیه رو متوقف بکنه و قیمت نفت جهانی افزایش پیدا کرده با توجه به فشاری که آمریکا آورده در مورد توقف خرید نفت از روسیه و هند هم داره موافقت میکنه و این باعث میشه که مشکلات دیپلماتیک و تجاری رو به بهبود بره، حل بشه بین آمریکا و هند. اخبار سوسوولیو نشون میده که شرکت اینترنشنال بیزینس ستلمنت که مربوط به بورس هنگ کنگ هستش تصمیم داره 200 میلیون هنگ کنگ بیت کوین خریداری بکنه و این شرکت 16 اکتبر این پلن رو اعلام کرده و 2 ماه فرصت داده برای اینکه این خرید رو انجام بده. خبر بعدی در مورد استیبل کوین ها هستش. بار از فدرال رزرو خواسته که حفاظت بیشتری رو در مورد استیبل کوین ها به کار بگیرن و با توجه به اینکه استیبل کوین ها در حال حاضر رو به افزایش هستن، بار خواسته برای محافظت از خانواده ها و مشاغل کاری و همینطور تجارت جهانی سیفگارد های بیشتری رو در مورد استیبل کوین ها به کار بگیرن، محافظت های بیشتری رو به کار بگیرن با توجه به قانون جینیسی که زودتر اوایل امسال راه افتاده بود. این درخواست از فدرال رزرو شده که در مورد استیبل کوین ها بیشتر حفاظت برقرار بکنن. خب یه نهنگی طبق گزارش آنچین آنالیز 140 میلیون شورت پوزیشن گرفته بوده دیروز روی بیت کوین و الان پوزیشناشو تغییر جهت داده و لانگ پوزیشن باز کرده روی بیت کوین و همینطور اتریوم. روی بیت کوین حدود 24 میلیون رو عدد 111,000 دلار پوزیشن لانگ گرفته و روی اتریوم حدود 49 میلیون روی عدد 4050 دلار پوزیشن گرفته با لوریج 3 و روی بیت کوین با لوریج 5. خب طبق گزارش دلفی دیجیتال بیت کوین هنوز سیگنالی برای های ویو سایکل یا چرخه بلند مدتش صادر نکرده و ایشون میگن که هر موقع بیت کوین ATH زده ما RSI مون بالاتر از 70 بوده، 70 رو نشون میداده، اما در حال حاضر ATH مون 53.3 نشون داده. خب به عنوان آخرین آیتم اخبار سوسوولیو، طلا یه ATH جدید زده و با رشد 1% به عدد 4250 دلار در هر اونس رسیده. امروز شاخص ترس و طمعمون روی عدد 28 و تو محدوده ترس هستیم. دیروز عدد 34 رو دیدیم و مجدد تو محدوده ترس بودیم که می‌بینیم این ترس افزایش پیدا کرده. داده‌های کوین مارکت کپمون نشون میده که CMC 20 ایندکس برترمون حدود 0.5% ریزش داشتن. شاخص ترس و طمع اینجا عدد 32 رو داره نشون میده و محدوده ترس رو داره بهمون نشون میده. شاخص آلت کوین سیزنمون عدد 29 رو داره بهمون نشون میده و نزدیک به محدوده بیت کوین سیزن هستیم. اوریج کریپتو RSI مون تو محدوده خنثی هستش و از محدوده اورسولد خارج شدیم. در مورد ETF های بیت کوین هم نشون میده که ما 114 میلیون خروج سرمایه از بیت کوین داشتیم تا دیروز 15 اکتبر و ورود سرمایه داشتیم روی ETF های اتریوم حدود 177 میلیون دلار، ولی در مجموع اوریج نت اینفلومون روی ETF ها 62 میلیون دلار مثبت بوده. خب این مارکت کپیت مپمونه، وضعیت مارکتمون رو داره بهمون نشون میده. حدودا تو محدوده خنثی هستیم، بیشتر کوینا تو محدوده خنثی هم و یه سری از کوینا مثل BNB و بیت کوین یه رشد محسوس
معکوسی رو داشتن. خب داده‌های اکونومیک کلندرمون برای امروز فیلادلفیا فد مانیفکتچرینگ ایندکس منتشر شده. می‌بینیم نسبت به سری قبلی که بالای حدود 23 بوده پیش بینی کرده بودن که 8 باشه و بالای 0 باشیم، ولی منفی اومده و این نشون میده که بخش تولید تو قسمت فیلادلفیا و استان فیلادلفیا زیاد حالش خوب نیست، یه ذره حالت انقباضی پیش گرفته. داده بعدی که قرار منتشر بشه ساعت 7:30 شب به وقت تهران مقدار نفت ذخیره شده است برای هفته آینده از روز پنجشنبه هفته آینده. داده‌های مربوط به مشاغلمون و داده‌های مربوط به حراج خونه یا فروش خونه، داده‌های CPI یا کانسومر پرایس ایندکس مربوط به تورم قراره بیاد، شاخص PMI قراره منتشر بشه روز جمعه هفته آینده و داده‌های نیو هوم سیلز که مربوط به خونه‌های جدیدیه که برای فروش گذاشته میشه قراره منتشر بشه. خب موافق باشید از شاخص DXY با هم دیگه شروع بکنیم. نمودار من تایم فریم روزانه هستش. شاخص قدرت دلار نسبت به یه سری ارزها به ما داره نشون میده که شاخص دلار چند روزی هستش که رو به تقویت شدنه. با توجه به اینکه نرخ بهره کم شده شاخص دلار رو به افزایشه و به این نتیجه رسیدیم که ممکنه سرمایه‌گذارا انتظار داشته باشن که داده‌های اقتصادی کشورهای دیگه، مخصوصا کشورهایی که سبد ارزهای اصلی رو در اختیار دارن، اونا هم داده‌های اقتصادیشون بخواد یه مقدار ضعیف‌تر عمل بکنه یا مثلا نرخ بهره رو بیشتر کاهش بدن. به همین دلیل شاخص دلار در حال تقویت شدن. یه دونه هم تو شرایطی که یه مقدار ناامنی هستش، یه مقدار وضعیت خوب نیستش، خب مردم ترجیح میدن دلار نگه دارن تو سبد سرمایه گذاریشون، باعث تقویت شاخص دلار میشه. حالا فعلا در حال حاضر شاخص دلار توی محدوده خنثی هستش که ما نمیتونیم بگیم حالت گارد صعودی در پیش داره، نه میتونیم بگیم گارد نزولی در پیش داره. مهمترین مقاومت هایی که جلوی روش هستش عدد 100.27 و 100.82 مقاومت های روزانه و هفتگیمون هستش که در صورت شکوندن اینا و تثبیتش ما میتونیم امیدوار باشیم که شاخص دلار تقویت بیشتری میخواد بشه. اما این هم در نظر داشته باشیم که حدود 80% کارشناسا فعلا در حال حاضر در نظر دارن که نرخ بهره قراره 2 مرحله دیگه کاهش داشته باشه و کاهش نرخ بهره میتونه کمک بکنه که شاخص دلار ضعیف‌تر بشه و بتونه عددهای پایین‌تر رو ببینه. فعلا مهمترین حمایتایی هم که داریم 97.46 و 96.37 هستش به عنوان نگهدارنده. گفتم شاخص دلار توی باکسی هستش، الان شکوندن باکس از سمت بالا میتونه باعث تقویت دلار و از سمت پایین میتونه تضعیف دلار و به مراتب رشد دیگر ارزها در مقابل دلار بشه. خب اونس جهانی طلا تایم فریم هفتگی رو که نگاه میکنیم میبینید کندلا خیلی قوی و پرقدرت رو به بالا داره میره و از طرفی حالا ما نمیتونیم بگیم اینجا انتهای مسیر سایکل کجا، ولی همه کسایی که سرمایه گذاری میکنن یا کسایی که باشون صحبت کردن انتظار دارن که اصلاحی توی اونس جهانی طلا اتفاق بیفته. اما چرا این اصلاح فعلا صورت نگرفته؟ به خاطر چند تا دلیل هستش. یه دونه بحث ژئوپلیتیک که درخواست برای طلا داره بیشتر میشه، یه دونه بحث تعرفه‌هایی که ترامپ گذاشته و باعث شده کشورها به عنوان ذخیره ارز بین‌المللیشون رو به طلا بیارن. اینا دلایلی هستش که باعث شده شاخص طلا تقویت بشه و ATH جدید زدیم امروز 4250 دلار رو در هر اونس ما دیدیم و همچنان هم روند صعودیمون پرقدرت داره رو به جلو میره. اولین ناحیه‌ای که برای حمایت ما میتونیم در نظر بگیریم ناحیه 3944 دلار به عنوان یه ناحیه حمایتی هستش. در صورتی که ما پایین این ناحیه تثبیت بدیم میتونیم انتظار داشته باشیم که اونس جهانی طلا اصلاح بیشتری بده، ولی همچنان روند پرقدرت رو به بالا داره میره و هیچ نشانه ای از نزول من نمیبینم. با توجه به حجمم نشانه ای از نزول ما نمیبینیم. کندل قبلی هفته قبل اگر نگاه بکنیم میبینید حجمش افزایش پیدا کرده بود، بادی کندل کوچیکتر از این هفته است و یه روز دیگه مونده هنوز کندل این هفته بسته بشه، ولی با توجه به همه اینا کندل هفته قبل فروشنده ها تمام زور خودشون رو زدن که قیمت اصلاح بکنه یا برگرده یا دستاشون رو خالی کردن، اما میبینیم خریدارا زورشون بیشتر بود و تونستن بادی کندل بالاتر از عدد 4000 دلار نگه دارن و همین باعث شد که حدود 250 دلار روی هر اونس ما این هفته رشد داشته باشیم و با توجه به اینکه یه روز دیگه هم مونده این کندل
کندل بسته بشه همچنان کندل به صورت کاملا بولیش داره حرکت میکنه و هیچ نشانه‌ای میگم از نزول نمیبینم. توی تحلیل دیروز هم نظر یکی از کارشناسا و سرمایه‌گذارهای بین‌المللی رو کار کردیم که ایشون انتظار داشت قبل از تانکسگیوینگ عدد $5000 رو ببینه هر اونس و قبل از کریسمس عدد $6000 رو ببینه که همچنین گفته بود اگر طلا $6000 رو ببینه نقره میتونه تا $75 رشد بکنه. خب در مورد شاخص نفت یا همون نفت آمریکا چند هفته‌ای هستش که کندلا به صورت کاهشی دارن بسته میشن و که حرکتمون یه حرکت صعودی بوده. فعلا در حال حاضر به ازای هر بشکه نفت $57 تقریبا $58 هر بشکه نفت داره معامله میشه. روزانه هم اگه بخوایم نگاه بکنیم ما دو تا محدوده حمایتی مهم داریم که از دست رفتن $54.73 میتونه باعث بشه ریزش بیشتری توی مارکت اتفاق بیفته. از همینجا هم میتونیم انتظار داشته باشیم مارکت یه اصلاح بزنه رو به بالا برگرده. در صورتی که سقف و کف‌های بالاتر ببینیم تو تایم فریم میان مدت 4 ساعته میتونیم انتظار داشته باشیم که روند نفت داره برمیگرده رو به بالا میره. با توجه به خبری هم که کار کردیم آمریکا تلاش داره میکنه که هند از روسیه نفت نخره و اروپا از روسیه نفت نخره و اینا هم اگر قرار بشه از روسیه نفت نخرن از ایران هم نخرن یا باید از کشورهای عربی بخرن یا اینکه از خود آمریکا نفتشون رو تهیه بکنن. شاخص توتال مارکت کپ کریپتوکارنسیامون رفتش عدد $4.25 تریلیون رو دید و الان یک کاهش شدید داشتیم. این ریزش سنگین اتفاق افتاد، برگشت قیمت، بازار یه حالت مرده ایجاد کرده برای خودش. فعلا گارد نزولیه که پیش گرفته. دو تا مقاومت مهم پیش رومون هستش، عدد $3.83 تریلیون و $3.9 تریلیون. مقاومت خیلی مهمی هستن که قیمت اومد بهش یه ریاکشن نشون داد و فعلا اومده نزدیکترین حمایتی که داریم $3.64 تریلیون. 4 ساعته ما گارد نزولیه میبینیم رسیده به محدوده های حمایتی خودش. بریک این گارد باعث میشه که بیاد عدد $3.64 رو بخواد تاچ بکنه ولی هنوز نمیتونیم بگیم که 4 ساعته ما نزول شدیدی رو پیش گرفته چون تایم فریم بلند مدت تر یا هفتگی اگر بخوایم نگاه بکنیم ببینید ما توی باکسی هستیم. توی این باکس قیمت داره بازی میکنه. شکوندن این باکس رو به پایین باعث ریزش بیشتر و انتظار داریم تا $3.21 تریلیون هم بیاد قیمت. شکست از بالا میتونه ATH های جدید برای ما بزنه. فعلا داره میاد سمت کف باکس و انتظار داریم چند تا نقطه حمایتی هستش. گفتم $3.65 تریلیون، خود $3.59 تریلیون و $3.56 تریلیون ناحیه‌ای هستن که میتونن ترمز ریزش قیمت رو بکشن. توتال هم همچنین گارد نزولی خودش پیش گرفته. بعد اون ریزش سنگین یه اصلاحی توی مارکت اتفاق افتاد اما قیمت نتونست مناطق بالاتر رو ببینه. یه مقدار برگشتیم پایین، 50% حدود 60% مسیری که اصلاح داده بود و ریزش کرد. دوباره یه لگ صعودی زدیم، دوباره برگشتیم پایین. فعلا تو محدوده بریک اوتشه. اگر $1.51 تریلیون رو نتونه به عنوان حمایت نگه داره و بعد از اون $1.48 تریلیون رو نتونه نگه داره ما انتظار داریم که $1.43 تریلیون رو قیمت بتونه ببینه و بعد از اون میتونه نوایی مهمتری مثل $1.33 تریلیون و $1.24 تریلیون رو ببینه. کما اینکه ما خط روند صعودی بلند مدت هم داریم که روی $1.24 تریلیون و $1.33 تریلیون قیمت میتونه روی این خط روند نگه داشته بشه اگر بخواد قیمت برگرده به سمت بالا. ولی فعلا گارد نزولی پیش گرفته، لبه بریک اوتش هستش و میتونیم بگیم سوسو بازار هنوز تصمیم نگرفته. کندل روزانه‌مون هم به حالت دیسیژن، البته 9 ساعت دیگه بسته میشه ولی حالت وردنه و دیسیژن داره. کندلای 4 ساعتمون هم میگم گارد نزولی پیش گرفته. با توجه به اینکه بادی کندل پایینتر از لگ قبلی بسته شده انتظار دارم که برگرده قیمت بیاد نقاط پایینتر رو ببینه. احتمال پایین اومدن رو من بیشتر میبینم. دامیننس تترمون یه سقف مهم 4.97%
جلوی روشه، یه برخورد، دو برخورد، تایم فریم 4 ساعت، سومین برخورد نزدیک بهش شده، برگشتیم. آیا ببینیم این حرکت رو به بالا میتونه بشونتش؟ اگر بشونه نقاط بعدی که انتظار داریم حدود همین سقف شادوی قبلی که داشتیم 5.41% و 5.49% میتونه نقاطی باشه که نگهدارنده دامیننس تتر باشه. دامیننس تتر میشه تسلط تتر روی بازار. هر چقدر دامیننس تتر رشد بکنه رمزارزها در مقابلش میریزن. اگر همزمان دامیننس بیت کوین هم افزایشی بشه آلت کوین ها پرپر میشن. به عبارتی بریم نگاه کنیم. خب میبینیم الان دامیننس بیت کوین زیاد رشد محسوسی رو نداره. ریزش داشتیم تو کندلای 4 ساعته، یه اصلاح زدیم، دوباره ریخته، اصلاح کمتری، ریزش کمتری زده، دوباره نتونسته. یا حالت مثلث داره ایجاد میکنه که این خط روند و من از سمت پایین میتونم، این خط روند میتونه یه حمایت باشه و خود این خط هم میتونه یه مقاومت باشه. خوندن این خط روند رو به پایین میتونیم بگیم دامیننس بیت کوین ریزشی تر داره میشه و آلت کوین ها بازده بیشتری دارن، رشد بیشتری میتونن داشته باشن. شکست این مقاومت رو به بالا میتونیم بگیم آلت کوین ها ریزششون بیشتر میشه و خود بیت کوین روش سرمایه نگه داشتن بهتر از آلت کوین هست. خب این داده هایی که تا اینجا با هم دیگه بررسی کردیم و دیروز مورد بررسی قرار دادیم که تو ویدیو قبلی هستش، به ما خروج سرمایه از کیفولهای شخصی و شرکت ها رو نشون میداد که به روی صرافی ها دارن میان، مخصوصا روی سول و بیت کوین. به ما نشون میداد که تو محدوده ترس هستیم و خرید بیت کوین بهتره تو این جور مواقع، یعنی سرمایه گذارا تمایل دارن که بیت کوین خریداری بکنن. از طرفی به ما نشون داد که در مورد طلا ما یه ATH جدید زدیم و اوضاع جهانی یه جوریه که بعد از ترامپ اتفاق افتاد و گروگان‌ها آزاد شدن انگار یه ذره روال داره تغییر پیدا میکنه. قراره که درگیری‌ها مجدد از سر گرفته بشه. هنوز سیگنال مهمی نداریم در این خصوص، ولی خب چیزایی که من برداشت کردم به نتیجه رسیدم اینا و وضعیت مارکت توی وضعیت سوسا هستش که با توجه به اینکه هنوز های ویو سایکلمون نزولی نشده ولی توی لبه مرز هستیم، احتمال داره که ما روند نزولیمون ادامه دار باشه یا اینکه نه مجدد بخوایم بریم به سمت حرکت بکنیم به سمت بالا. و خب حرکت کردن به سمت بالا احتیاج داریم که ما داده های بهتری رو به دست بیاریم، مخصوصا روی ETF های بیت کوین و اتریوم. ما خروج سرمایه رو داریم میبینیم از روی ETF ها. دیروز هم در نظر داشته باشیم یه سری از نهنگ ها با لورج های خیلی بالا روی اتریوم پوزیشن های لاین گرفتن. امروز هم دیدیم که یه نهنگی پوزیشن شورتش رو بسته و پوزیشن لاین گرفته. به خاطر همین من میگم احتمال داره که رو به بالا هم حرکت داشته باشیم. توی وضعیت سوسا هستیم، روی لبه قیمتی هستیم و هیچ چیز مشخص نمیکنه. شاید قرار باشه بیشتر بریزیم، شاید قرار باشه بیشتر بریم به سمت بالا. فعلا بریم تکنیکالی چارتا رو هم دیگه بررسی بکنیم. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. اگر خوشتون اومد لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید تا بیشتر با هم دیگه بتونیم کاوش بکنیم.